روز 14 ایون چندی از مسافران از مناطق گوناگون کشور به گذرگاه فاتح‌آباد در ناحیه مسجح آمده خواستار عبور مرز بودند، ولی آن را برای خود بسته یافتند. اینجا چیکار داره در ازبکستان؟ در ازبکستان زنگری رفته. حالا تنها آنهای حق ورود به ازبکستان را دارند که شهروند روسیه هستند و یا با درخواست اجازه‌نامه گذشتن را دارند. به این رویخط نفران شامل میشوند که از ازبکستان دعوتنامه ارسال گردیده و از جانب تاجیکستان تصدیق گردیده است. عابدجان عتبایف 2 هفته پیش به تاجیکستان آمده بود، ولی میگوید با داشتن چنین حجت‌ها نیز نمیتواند به ازبکستان نزد عائله‌اش برگردد. همسری من از ازبکستان است و من همه حجت‌های تصدیق کننده را دارم. ما 2 فرزند داریم. من همچون شهروند تاجیکستان در آنجا برای بود و باش باید مبلغ سپارم و برای همین خواستم که از تاجیکستان روادید گیرم تا زندگانیم آسان‌تر شود. من روادید گرفتم، ولی برای گذشتن اجازت نمیدهند. توسط هواپیما ممکن بوده است، اما به طریق زمینی نه. من حیران ماندم. فرق همین را هیچ کس فهماندن نمیتواند. در سرحد الکی من دوم روز است که ایستادم. کوشش کرده ایستادم که به کارم برگردم. در یک شرکت ازبکستانی کار میکنم، ولی مرز بسته است. برای دارندگان شناسنامه تاجیکی اجازه رفتن نیست و همه گذرگاه ها محکم است. مرحمت بینید، همه با همین مشکل در اینجا نشستند. با آغاز همهگیری کرونا نو در ماه مارس سال گذشته ازبکستان و تاجیکستان مرزهای خود را بستند. با کاهش بیماری بارها از احتمال باز شدن مرزها سخن رفت، ولی مسئله حل نشد. در پایان نشست رهبران 2 کشور در خوجند روز 11 ایون نیز در این باره به طور روشن چیزی گفته نشد. من تامین کننده عائله‌ام هستم و حالا برای آنها به من دشوار است. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف به اینجا آمد و شاید بسیار مسئله ها را گفت و شنید کردند. من میخواهم طوری عمل کنم که به مردم هر 2 کشور آسانی آرد برای آنکه دوستانه زندگی کنیم و مرزها گشاده شوند. در همین حال ماشین‌های باربر که رانندگانشان ساکنان تاجیکستان هستند به ممانعت از مرز گذشته وارد ازبکستان میشوند. راه هوایی نیز باز است و این حال سوال‌های را پیش می‌آورد که چرا مرز زمینی بسته میماند. در میان خواهشمندان سفر ازبکستان آنهای کم نبودند که میخواهند از ازبکستان همچون کشوری ترانزیتی برای رسیدن به روسیه استفاده کنند. در حال بسته بودن چنین مسیر با قرقیزستان، کشور ازبکستان برای آنها مهم گشته است، ولی معلوم نیست کی راه باز می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجح.